سلام گوگلیا، به قسمت سوم 7 روزه تو بازی دریم لیگ ساکر. خوش اومدید. رونالدو اینجا کوش، اونا کوش. دیگه رونالدو رو گرفتم. مسیفانا اینم کردیم که کی قراره بیاد، کی قراره بیاد. بریم بازی رو بکنیم. حریف عالی میبرمش، قشنگ میبرمش، دست میده. بیا دیگه، ما هم دست میدیم. به ترکیبم خیلی خوبه. ببین راحت میتونم با فودن و رونالدو پاسکاری میکنم، گل میزنن هر دوتاشون. این اولین شاید گلمون باشه که نیست. نه، گل زود میزنم من. نگاه کنین، نه همین یه گل اوله. دیدی؟ فودن. ببینین شورت ویدیو رو نمیدونم چرا نمیبینین. اینا شما لایک نمیکنین، نمیبینین. تو کامنت های این ویدیو بگین چی. اگه دوست داشتین هم چنل منو سابسکرایب کنین. آره دیگه بچه های خوبم، بچه همه شما خوبید، میدونم خوبید، لایک میکنید. بریم برای گل دوم. ریدم. یه لحظه یادم رفت بگم، نگفتم. و گل دوم یادم رفت بگم که قد میکنیم الان تا بریم یه گل دیگه، چون خسته میشین. ویدیو 10 دقیقه است، 11 دقیقه است. بخشید اگه این روز ویدیو زیاد بود، میخندیم بهشون. لیاقت نردی. کلا خیلی آسون میتونم ببرم. هم بیشتر لفت دادن. رونالدو رو گرفتیم، ویگا هم تو اون شورت ویدیو گرفتیم و ویگا یه دفاع عالی داره. خودش لفت داد، اینترنتش شغال شده بود یا یکی زنگ زده بود. آره دیگه. طبیقه چیه؟ یعنی چی؟ شدیم لول چی؟ سوت میزنیم. سوت رو ببینیم کی میاد کی میاره. مثل همیشه بازی کنه خیلی بدی میاره، ما هم که نمیخوایمشونو. آره دیگه من دفعه لازم ندارم و 35 امتیازیم. بریم واسه بازی آخر. این بازی رو شاید کامل ببینین. آره 1 2 3 4 5 6. نه 1 2 3 4 5 6 7 تا طلایی داره. یعنی طلایی که نه، بعضیاشون داینامیک استار زن ولی بازیکنای طلا کلا 80 به بالا داره. سخت شد کار، ولی من با یه فول طلایی هم شکست داده بودم. با همین، یعنی نه شکست نده بودم، مساوی کردم. من این لولش یادم رفته بود بگم. لولش 41 نت 54 یه ضربه خوب دیدیم. باورم نمیشه. این فکر کنم هر بازیکنی که گرفته یا طلایی بوده یا
آره دیگه طلایی بوده هر بازی. اصلا 71 داشته که همونم اول داشته. رونالدو 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 گل اولو میزنه کریستیانو رونالدو. آره لفت بده لفت میخوایم ازت. میدونم بچه های خوبمون تا الان ویدیو رو لایک کردن بچه های بیادبی نیستن. بهتره لایک بکنید. واسه یادم رفت ما وقتی سابسکرایبرون حالا ولکن بابا ولکن لعنت بهت رونالدو. نباید این بازی رو ببازیم. این بازی مهمیه. رونالدو برس یه مهاجم پرسرعت میخوام. اگه مهاجم داد مثلا لامیان رو بده. نشه دیگه کلو دیگه چی نشو. فیل فودن خوب یادم ولی نشو. بابا ولم کن تلگرام. خیلی بد زد فیل فودن. خیلی بد زدم با فیل فودن. برو برای گل دوم و گل دومو فیل فودن میزنه. حالا خوب کامبک نخوره بازالکی. مساوی بشینم کافیه. 35 امتیازی. رونالدو بزن. لعنت بهت رونالدو. وای مالن پاس نده لطفا پاس نده. تموم. وای بارالله نه مسخرمون نکنا. حالا یه گل زده جوگیر شده. ما الان چیون رو کنیم؟ یه بازیکن مهاجم بگیریم که دوست دارم یامالو بگیریم. یامال چیا؟ یامال ورلد کاپ وینر. دفاع وسط نمیخوام. کوبارسی خوبه ولی کلا اون بازیکن خوبه. کوبارسی ولی بهتره. حالا دفاع وسط خیلی نمیخوام. مثلا یه دفاع وسط 63 دارم. آره دارم. دفاع وسط 63 دارم. برو رونالدو بزن گل. تو حسابتو خورد نکن. من باید حسابم خورد کنم. بزن فیل فودن. باید سانچ که نه. میخواستم پاس بدم. بزنیم بیرون. یه گل میخوریم. حالا چی نکنیم. حالا یکی رو تعویض کنیم. کی رو رونالدو رو. فیل فودن رو میاریم اینجا. نباید ببازیم این بازی رو. آره یه وقت خیلی چیه. ببخشید. دوستان خوب لایک میکنن. دوستان بدن توی ویدیو قبلی خب خیلی خوب بودین. 84 تا ویو خورده بود. 84 تا. مثلا یوتیوبر معروف دیگه خیلی ویو میخوره دیگه. حالا
نخند. من آره قدر سام خورد شده بود ویدیو رو بس. آره داشتم میگفتم ویدیو قبلی 84 تا چی کرد. ما میریم یه بازی دیگه و فیل فودنمونو مصدوم کرد. یادم فکرم چی کردیم چون وقت نداشتم دیگه. آره باید این بازی رو ببریم یا مساوی کنیم. تو رو خدا شاید الان کد بزنم شاید نزنم. اصلا بستگی داره. بزن چطور رافلیوش خیلی خوبه. سرعت زیاد، ضربه سر عالی. رونالدو نگاه کن سرعتشو بگیر. ماشاءالله دروازه‌بان. ماشاءالله روبرو رونالدو. حالا رونالدو و گل بعدی. ماشاءالله بزرگتر. تمام کن. نگفتم که چی شد. بازی 3-3 شد. حالا اشکالی نداره. و نگاه کن لژندری ایجنت. من میرم تبلیغ رو میبینم. اینا تبلیغ نگاه کن چقدر باله. ای خدا تموم شد. این تبلیغ مسخره است. تبلیغ قبلی در مورد یامال بود. همش این تبلیغ اینا یامال بود. یامال رو داشتن تبلیغ میکردن یا تبلیغ ای فوتبال. بردیم باید ترکیبون یه شخصی هم نداشته باشه. این چه تبلیغیه؟ فوتن مستو 30 الماس الکی بدم بهش. وای تو رو خدا بده. فکر میکنی کی رو میده؟ وای رودری 4 نفر هستن. درست زدم. کیه 3 2 همین الان نظرتون تو کامنت بگین اگه دوست داشتین. کسی نیست جو فران تورس. میدونستم فران تورسه. آره فیل فودنم. آره این فیل فودنم میذارم اینجا. دفاع میگیریم و دروازه‌بانم میگیریم. امیلیانو مارتینز میگیرم. چیه میدونم. ویدیو رو لایک میکنین، کامنت میذارین، سابسکرایب هم میکنین. ویدیو بعدی خدا نگهدار.